تو همین روزایی که بازار روز به روز تنگ و تنگتر میشه و سطح فروش و گردش مالی شرکت ها میاد پایین، خیلی از رقبا دارن خوب پول در میارن، خودت هم میدونی. الان دوستم که لوازم تحریری داره میگه عمده فروشی که ما التماس بهش میکردیم به اون جنس بده، الان میگه زنگ زده میگه بیا جنس ببر چک بده، پولم نمیخواد. چرا؟ یک، جنس گرون شده. دو، به زودی تامین کننده ها تو تامین جنساشون میمونن. سومی هم که مهمتره اینکه جنس ها چون گرون شده از گردش مالی خارج شده، یعنی فروش نمیره. به همین خاطر عمده فروش ها و تولید کننده الان به هر دری میزنن که یه گردش مالی حتی چکی درست کنن که چک رو ببرن جای دیگه خرج کنن و بتونن چرخه کاری و اقتصادیشون رو بچرخونن و حفظش کنن. یه سری کارا هست که الان تو همین شرایط میتونی برای بقای کسب و کارت یا حتی رشدش، به زرنگی خود بستگی داره، بهت بگم یادداشتشون کنی و اجراشون کنی. الان دیگه وقت تبلیغات گسترده و انبوه و من به همه بفروشم و اینا نیست. اینجور اعتقادات رو دیگه بنداز آشغال. الان وقت هدفگیری جغرافیایی و منطقه‌ایه. تو یک صنف، تا الان 10 صنف مختلف خریدار تو بودن، فاکتوراتو بگرد ببین الان روی کدوم اینا بهتر میتونی مانور بدی، کدوم اون 10 صنف پرخریدترین بودن. الان برای تبلیغات اول از اون شروع کن، چون میدونی اگر چند میلیون پول تبلیغات برای اون پرداخت کنی بازخوردش خیلی بیشتره. اگر کاری داری که با اهالی یک شهر مشتریاتو هستن و باید پیام رسانی کنی، مثل کلینیک زیبایی، اگه غرب تهرانی شروع نکن، چون ما داریم دیگه این مشاوره به کسب و کارها میدیم دیگه. دکتر ایکس و ایگرت که میان اینجا میگن ما غربیم، پیامبر، برو ته شرق برای ما اونجا پیام رسانی کن. میگم دکتر بذار پیامبر و پونک و ستارخان تو رو بشناسن، اینا رو بیاریم چربیشون رو بگیریم، بعد برو حالت به ته شرق فکر کن. خب هدفگیری جغرافیایی، به محله خودت اول بیا پیام بده. چرا؟ چون بودجه کمه، الان پول تبلیغات نداریم، کمه، باید به دور و بریا بفروشیم. اگر به چند صنف میفروختی الان فقط به اون صنفی که بیشترین خرید دارن بفروش. این یه نکته. حالا هدفو که مشخص کردی، میای پیامک محلی یا صنف هدف میدی. پیامی که میخوای فقط به اینا بده. اولین تصمیم شد به کی بدی، دوما باید پیامک تبلیغاتی بدی، اینا رو درگیر کنی. من نمیدم و من ندادم و من باور ندارم و بریز کجا؟ همون سطل آشغالی که بهت گفتم. یا میخوای بقای کسب و کارتو حفظ کنی یا بچسبی به برنامه ها عقایدی که داشتی، اونا تو رو تا الان به اینجا کشوندن. اگه میخوای رشد کنی باید تغییر کنی. پیشنهاد فوری، همین کار ما الان کردیم. چک داشتیم، پول لازم بودیم، گفتیم این هفته هر که خرید کنه یه چتر 17 میلیونی رو بهش رایگان میدیم. سری میزنی این هفته فقط به 5 نفر اول 30% تخفیف، 20% تخفیف. یه پیشنهاد فوری که نگی خب حالا فکرامو کنم، پولامو جمع کنم، میرم خرید میکنم. همین الان اقدام کنه. و فرصت محدود برای این اهالی محل یا اون صنفی که هدف قرار دادی. آقا تا 24 ساعت شما میتونی بیای از فروشگاه ما لباسا رو با 20% تخفیف بگیری. شما تا 24 ساعت میتونی بیای محصولات تولیدی ما رو با 20%، 15%، 10% زیر تخفیف خریداری کنی. پس شد 4 مرحله. هدفگیری منطقه تو مشخص کن، صنفی که به پول بهتر میده مشخص کن. یک پیامک تبلیغاتی باید به اینا بدی برای بقای کسب و کارت. یک پیشنهاد فوری، یک تخفیف آقا من به اینا میدم، و یک فرصت محدود تا امشب، تا 24 ساعت، تا 48 ساعت. حالا یک ابزار نیاز داری که یک اهالی رو پیدا کنی یا اون صنفی که بهترین و بیشترین پول رو بهت میدن رو پیدا کنی که حالا مشتری هدفت هستن و بیای داخل بهترین حرفه‌ای ها. شما میگم حالا من حرف زیاد میزنم، راهکار زیاد دارم، ولی
متد روز رو میگم. بیای تو پیوی بهشون پیام بدی، پیامکی ندی که همه دارن میدن، از بانک میده، از پسر خاله هاش میده، از نمیدونم فلان جا میده، از سوپری سر کوچهشون میده، حالا شما این وسط بیا یه جشنواره بذاری یه تخفیف اونجا بهش بدی. میری تو پیویش، اینستاگرام، تلگرام، ایتا، روبیکا، واتساپ. یک، هر وقت بخواد یه سرچ میکنه، تو سرچ ها پیدات میکنه. دو، اونجا خلوته، تو این انبوه تبلیغات آنلاین گم نمیشه پیامت، پیدات میکنه و بهتر تو ذهنش میشینه. حالا 4 تا عکس و فیلم و اینجور چیزا هم میتونی راش بفرستی که دیگه بره تو خورش و درگیر کارشه. داخل کپشن، حالا اینو داخل یوتیوب اون آپاراتمون میذاریم، شماره موبایل بذارید تا باتون تماس بگیریم و مشاوره کامل این برنامه که چجوری مشتری یابی کنیم بهشون پیام بدی و اونجا تلفنی بهت میدیم. بهترین کار همینه. موفق باشید.